من خیلی درگیر این رنگ‌ها شدم، یعنی اصلا بالا رفتن خودم متوجه نمی‌شدم، فقط درگیر این زیبایی بودم، چشم میچرخید، فقط این زیبایی رو می‌دیدم. خیلی لذت بخش بود، خیلی آرام بخش بود، خیلی عالی بود. همین که داشتم اینا رو می‌دیدم، از دور دیدم یه حالت نور، گوی کوچیک نورانی طلایی از دور داره میاد. من توجهم بهش جلب شد. از دور داره میاد، هر دفعه که میاد پایین‌تر به من برسه بزرگتر میشه. اولش کوچیک بود. من به اون نگاه کردم، دیدم داره کم کم که نزدیک میشه لبخند داره. پیش خودم گفتم وای خدا چه لبخند خوبی داره، حالت خوش آمدگویی، حالت استقبال اومدن، خیلی لبخند زیبایی داشت. شما باورتون نمیشه، معلوم میگی مگه نور لبخند داره، ولی داشت. من لبخند نور رو میدیدم. خانم حسینی باز ذهن زمینی سوال میکنه، وقتی میگیم لبخند از همون لب شروع میشه؟ نه لبی داشت، نه صورتی، نه چهره‌ای. لبخند یعنی شادیش از دیدن من، یعنی به استقبال اومدن منو من تمام میدیدم و حس میکردم، به غیر از حس کردن میدیدم تو وجودش. این نور نزدیک و نزدیکتر میشد تا کنار من رسید. وقتی کنارم رسید انگار یکی 1000 تای مادر، 1000 تای پدر آدمو دوست داره، امنیت کامل به آدم میده. من احساس میکردم به خونم برگشتم وقتی نزدیکم شد. اونجا خونه بود. بله، من با تمام وجودم اینجا، هر چی که بیارید من قسم میخورم خونه ما اونجاست. زیبا آدم دست میده اونجا که تمام اون رو فراموش میکنی. حتی اگه اینجا نقش یه پادشاه هم داشته باشی و در اوج ناز و نعمت هم باشی و خیلی خوشبخت باشی، خوشبختی اونجا به طوریه که تو میذاری کنار، این ازش میگذری. برای من که اینجوری بود. فرض کنیم کره زمین رو به شما میدن بدون شعار پاسخ بدید، اصلا شعار ندیم، واقعا اینو به شما میدن و میگن که حالا مالک کره زمین هستید، همه خوشی ها و خوشبختی های اینجا در اختیار شما، همه اون لذت هایی که تو فیلم و پوستر میبینیم و میشن. خب حالا این آیا قبول دارید که از اونجا یا مساویه یا بیشتره از اون خوشبختی که شما؟ مساوی به هیچ عنوان نیست. مساوی نیست، پس بیشتره. من زمانی که تا قبل از اون خب اصلا هیچی نمیدونستم، ولی زمانی که اونجا رفتم بعد از اون خدا رو شکر کردم که تو این دنیا مسئولیتی ندارم، مسئولیت مردمی عمومی. چرا؟ چون سخت، چون اونور شرمندگی، اینجا هیچکی احساس شرمندگی نمیکنه و هیچکی هم نمیبینه چی به چیه درون. اونجا از درون انقدر شرمنده میشی که لیاقت اونجا بودن در خود آدم در خودش نمیبینه. کسی رفته باشه اونجا رو دیده باشه به واقعیت میگه من نمیخوام، اصلا نمیخوام. شما فکر کنین دارین یه گل پلاستیکی رو با یه باغ باشکوه معامله میکنین، به این صورت میشه. خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. الان به من کمک شد، ذهن زمینی من اینجا قانع شد. بعد نور که به من نزدیک شد، من اون حس رو که گرفتم، مثل اینکه شما داری میری توی غربت، باز هر چقدر غربت برای شما شادی آور خوب باشه، یه نفر هموطن که چرس کنم پدر یا مادرت اونجا آن واحد ببینید چه خوشحالی به دست میده، اونو چندین هزار برابر کنین، امنیت و عشقش رو خیلی بالا ببرین، اون لحظه میشه که اون نور رو دیدم. انقدر خیالم راحت شد، انقدر آرامش داشتم. بعد احساس کردم، نگاهش می‌کردم، میگفتم من اینو میشناسم، من از قبل با این بودم، این توی زندگی من حضور داشته. با نور سمت گلا میرفتیم، حالت مخروطی، حالت گردبادی که مثلا توی تلویزیون میبینیم جای مختلف میاد، داخل تونل اونجوری بود، با رنگای خیلی خوب زنده. مخروط رو به بالا یا؟ بله بالا. رو به بالا. بعد انتهای اونجا نور رو میدیدم، بالا رو که دیدم یه سفیدی به اندازه خورشید رو به توان 1000 برسونید، یعنی 1000 تا خورشید کنار هم اونجا داره میدرخشه. اینقدر جذب، یعنی اینجا چقدر جالب بود. باز جذابیت اینجا برام کم شد، به اون چسبیدم. من فقط نگاه هم به اون بود. گاهی اوقات این با این نور سوال توی ذهن من طرح میشد، میدیدم این نور همون آن جوابمو میداد، ولی نگاهمو از اون نمیتونستم بردارم. من الان این نور اینجا رو نگاه کنم چشام میزنه. اون نوری که احساس میکردم 1000 برابر خورشید، خیلی تابان بود، خیلی درخشنده و بی‌نهایت سفید بود، چشم منو نمیزد. چشم آزار نبود؟ اصلا نبود. شما چشم داشتین؟ فکر می‌کنید داشتین؟ بله. نگاه داشتین اما چشم نداشتین. خب پس این نکته رو بگم،